تو شروع کن. تو سلام علیکم. ما زیر تو سر رفتیم. خیلی گو مو که است امروز سلام. انشالله که کلگیشون در هر کجایی که هستید جور بخیر سلامت باشین. امی خانه رو دیاتشون منده یا نمنده؟ ما خیلی از اینجا خاطرهای غمگین و ناراحت کننده داریم. دیگه تا دیوالایش میگیرم دیگه احساس منم که لای ازی قدگیری از ما ترشت. از بس که اینجا آغاز زندگی جدید است بود. نه لا یک ماه کامل رو پک دیپریشن و سختی تیر کردم. این خانه اولی مایا اینجا امروز مو بلده از اینجا آمده که یک دونه مسافر نو آمده اینجا از هموطنای خودون مایا. شاید شما بشناسین شاید هم نشناسین. دیگه ما محبت تصمیم گرفتی که بگی که خوش آمدید. از سلام وقتتون بخیر. خدا کنه صحت سلامت باشین هر کجا کنار از دنیا هستین. از شما خوش آمدید میگیم در یک ویدیو جدید دیگه آسیا جان. قسمی که آسیا جان اشاره کرد که ما هم دیگه منشینی مسافر بازم اما قسمی که بعضی از شما دوستا گفتن که چشم هستا کرد استرالیا دشت برچی گرفته. خدا شکر ما امیدواریم که پیشتر هم چیزی جور شده واقعا هم چیز باشد. هم دیم برای مسافر و جایی هم دیم که آسیا دفعه اول که هم دادک دمی جایی دمی که محیط هم دادک تا گربنه از طرف امس و همزو خاطر آسیا کسته این احساس غربت نمگین هم دیم احساس لایش آوتیزم کشتم. آه بس گریاکتم. دیگه ما دادن باید تو جنبه مثبت فکر کنی آغاز زندگی جدید جای جدا مثلا از رقم شرایطی بعدی که در واسان بودی فیلم شدی و به هر ساش دیگه ما منتظر مسافر هستیم خود مسافر هستیم دیگه از آپایمنت داشتیم و دیم دست آمون شدیم و نزدم دیگه منتظر هستیم کتاب بیاید دیگه مطمئنا که شما میشناسین شاید دستشون میشناسین. آره دیگه گاب این رقم است دیگه خدا رو شکر استرالیا کشوری شده که هزارها زیاد جذب منه خیلی خوشحالم از این بابت چون اینجا که ما یک از قومای دیگر هم دیدیم که آمده 2 هفته شده اینجا آمده خیلی خوشحال شدیم که آمده خوش آمده انشالله زیادتر بیام سر شده ولی ما بازم این که گفتیم بازم خوش آمدید میگیم که انشالله که در زندگیتون برکت‌های زیادی داشته باشین موفقیت‌های بیشتر داشته باشین. آره انشالله کلگی که می لطفاً قوم‌های کش کده برین که زیاد شونیم. انشالله اینجا کلگی مو یک احساس غربت نکنیم. یک سرزمین جدید را جور کنیم که هزارها دشی راحت بدون نسل کشی بدون جنجال بدون هر چیز زندگی کنه بخیره. آره دیگه از دیگه منتظر باشین تا بیای. آره دیگه مو کلو گپ نزنی. چی خوبش جلو درا باران مباره. خدا خانه اولی ما بلاک بی گفتک؟ بلاک بی گفت به نظر ما. اوکی اینی خانه از ما بود ما چون چی بودی؟ باش تا اینجا بود باران مبارک دوستان خانه ما باش خدا بچه بلده شکتیم یک دفعه منش نرو اوکی ما یک دفعه این خانه قدیمی ما بود یادش بخیر اون اتاق روی در روی اون اتاق از ما بود. خب دوستا خیلی خوش آمدین. امور رقم که بلدش میگفتم یکی از قوما که است خدا رو شکر خوشبختانه در استرالیا آمده آقای ایسای هزاره قد فامیل خو که شما قد چهرهش آشنا هستین دیگه ما امروز آمدی در خانهش هم خانه قدیمی از مایه دیگه گفتی که بی که خوش آمدید بگیم دیگه اول سلام علیکم خیلی خوش آمدین. تشکر سلامت باشین زنده باشین دیگه شما بسیار لطف کردین در قدم اول میخوایم که سلام کنیم خدمت دوستا که ما رو بیننده هستن و سلامت باشین عید گذشته شما تبریک باشه دیگه یک دنیا سپاس تشکر از اینکه شما زحمت کشیدین خیلی خوشحال شدیم
که دوستای اینجا هست آدم احساس بیگانگی نمونه. طبعا وقت مسافرت من آدم مهاجرت من از یک جای دیگه یک جای نامعلوم اگر دوستان نباشد سختی های مسافرت و مهاجرت بسیار سخته. امروز ما خیلی خوشحال هستیم که دوستان از شما دیگه یک دنیا سپاس. تشکر. چند در موشه کمدن؟ مون تقریبا یک ماه میشه دیگه. خب چطور است؟ آدلاید رو خوش دارین ندارین؟ والا یک سابق مردم یک مثلا نزد میگفته که چیه؟ برونج ما را کشت داریم. تا که مون نمیدادی بسیار آرزو داشتی که بریم در اسرائیل بریم چقدر جای خوبی باشد. یک از دوستای ما از ما پیشتر آمدن. شاید دوستا بشناسه، یک زمان در تلویزیون کار میکرد به نام میرزایی بابا صبور. بازو صحبت میکرد میگفت که ما وقتی اینجا آمده بودم یک هفته تیر شد گشتیم این طرف شهر و بازار را دیدیم که چه رقم است چه رقم نه. یک روز پالوی خانم نشستیم باز دم زانون چه میگه تپ کردم گفتیم که تو ما را چی کو یک دفعه شور بیتی که ما زنده هستم یا روحیم از هندوستان آمده. وقتا ما میجسم نیست باید؟ دیگه وقت دیگه خوب همون مسئله میگه گفتیم دیگه به هر صورت جای خوبه، جای بسیار دیگه از لحاظ روحی روانی آدم آرام میشه، خصوصا کسایی که در کشور دومن منتظر کشور سومن برای از اونا دیگه وقتش سخته وقتی که مایه اونمو با آمدنش آینده و سرنوشت تعیین میشه. دقیقاً. آره اولش میرقم بدنمود معلوم میشه دقیقش نشین اولش قد خود میگی که وی بچه ما خود خیلی تصور کنم خیلی شده. آی خدای من امی بود امی آدلاید امی استرالیا خدای من ولی خیلی خوب میشه. البته این خمام نیست تازه هم دین شما تواس اسیش خواهیم خود دم خلاص کنم مفاهمین واقعا مفاهمین که هزار دفعه خدا شاید خدا شکر شما منده ولی نظر دم شرایط که مثلا فعلا افغانستان وجود داره و پاکستان که فعلا مهاجران رو قبول نبرمونه فعلا آدم فکرم جای شکره. بسیار خوبه. کشور است که کس کار نداره احترام متقابل است تو کس نمیگه تو به عنوان یک مهاجر نمیشناسه هیچ کس احساس بیگانگی نه آدم کشور خود خیلی فکر نه. بازم خدا را شکر که قومای از ما و شما حالا در این شهر در اینجا که ما و شما هستیم زیاد شده. اگر یک زمانایی مون بود که خدا نخواسته قومای از ما و شما یا مثلا کسی که زبون مو را بفهمه همون چیزی که واقعا صحبت نمو بود خیلی سخت میشد. دیگه قطعا که حالی یک مقدار خوب شده. دیگه مسافرت مهاجرت حتی در داخل خود کشور از مون سخت است. ما و شما که مثلا از یک ولایت به ولایت دیگه زمان سفر مونیم طبعا که مو یک سری تاثیرات خود داره چی رسد که از یک کشور به کشور دیگه. دیگه خدا را شکر که آمدین خوشحال هستیم بسیار زیاد. سلامت باشید عزیز. دیگه امیدوار هستم که امو فرصت‌هایی که در اینجا هست بتونیم به بهترین شکلش به خیر استفاده بکنیم. ان دیگه امو آرزوهایی که ما و شما قبل از سفر در یک جای داریم امو واقعا برآورده شیم. ان شاء الله. ما تازه نام دادیم یک 3 روز یا 4 روز بعدش رفتیم در پرسپکت. اونجی وقتی که تا شدیم امی شاید یکان 20 قدم یا 30 قدم پیش رفتیم یک دو دانه از خاله ها آمدن از مادرای ما شما آمد دیدیم که اینا همون لباسی بسیار قدیمی سابقه وطن یک رقم خوشحال شدم بسیار خوشحال شدم گفتم هسته کسایی هستن که اینجا آدم دیخ نه کسایی هستن که رفت آمد داشته باشد کسایی هستن که آدم قدیشون هم خوشی و رسم و رواج های خرد از اونا یک جای انجام بده. به خدا رو شکر از او بابت خیلی خوشحال که قوم هستن همین که آدم میگرنه در بازار دل آدم یک بغل میشه خوش میشه واقعا. حالا ما مهاجر برای کسایی سخت بده که مثلا 20 سال 25 سال پیش هم ده ما تا جایی که مثلا کسایی که وقت هم ده قصه منه مگه وقتا که ما زبان بلد نبودی یک ذره کسم که راهنمایی کنه مثلا در کار باغ که ایتی چیزا مرفتی مثلا اگر بلیز ما راهنمایی که کازی لین دیگه لین برین او خوب گپ زد مونم فهمیدی آخر نمیشه قنقه بودی لنگویج دیگه میخواد دیسم تگینی خم کرد که قدم بره خد پای خم پدری بود طرف برو تگینی خد اشاره همش خد میگم میداد حالا فعلا خدا شکر که کسایی که میام انگلیسی بلده اگه نیستم قامت تو راهنمایی منه نه خدا شکر از بابت خیلی خوشحالم.
دیگه مادر آیلین مشکل نامد تا سکده دیگه نزدی سکوت کردی بندر میشت نوبت برسه آره دیگه الان خیلی خوشم ده خیلی زیاد دیگه تو چطوری قدم به هوای استرالیا خوشم دارم ده سلامت باشی، زنده باشی. اول سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیز. امیدوارم همه‌تان جور صحتمند باشین و شما هم بسیار زیاد خوش آمدین در خانه غریبانه ما. و در ضمن روز اول واقعا اگر بگویم اما زیاد خوشم نآمد به خاطر که بسیار خلوت، بسیار هم آرام بود. ما باز از کشوری آمدیم که بسیار زیاد سرصدا، بسیار آدم‌ها زیاد بود، حجم مردم هم زیاد بوده. دیگه یک ذره کوایت بوده، باز کم دق شده. آرام است. مخصوصا گسوا که بالا غیر از چقدر مرغ دیگه چیز نمیشه. باز از ما در اندیا که بودیم دیگه دوستان اندیا هم میفهمن که چقدر شلوغ است، پاپولیشن چقدر زیاد است. باز به محض که در کوچه ما رفتیم فکر میکنی دیگه نسکای بیگا، خصوصا نسکای بیگا یا نسکای گسبا، کل گسبا خب البته اونجا تایم صبح خیلی وقت اونا نمیخیزن، 10 بجه میخیزن، اما تایم بیگا اینقدر شلوغ میشد که شانه در شانه میخوردیم. اینجا که اومدم اصلا کابل اینجا که اومدم اصلا یک نفر در روی سرک نمیدیدم. همون خمه کس پدره روشنی فقط یک بذاره تاثیر داشته، ولی بازم خدا رو شکر که اینجا اومدیم، چون حداقل امو سرنوشت یا امو خانه آدم یا مشخص میشه که آدم بالاخره در کجا مونده نیست دیگه. این میشه خدا رو شکر خوب است. آدم نباید ناشکری خداوند بکشه. خیلی خوش آمدین، چون همیشه که ما ویدیو میلی خیلی یاد از ویدیو کامنت مونه که خوش به حالشون که استرالیا هستین، دعا کنین برای ما هم که ما هم بیایی و من خاطر دیگه حال ما از طرف خودو توق نگین، از طرف از اونا توق کنین بعد خدا شکر. چون که در شرایطی که ما هستی خیلی امیال آرزویش داره که باشه و حق داره، چون در افغانستان هیچ نوع حق انسانی رعایت نمیشه، امنیت نیست، آزادی نیه، هیچ چیز نیه و واقعا سخت است زندگی در اونجی. بازم خیلی خوش آمدین، انشالله که بازم قوما خیلی کلو به اینجا. بله انشالله. دیگه چیز نکنیم. یک گفتنی دیدین شما بکنین از چقدر طول کشیده که پروسه که شما اینجا با اینجا منتظر شدین؟ ما خو شاید 2 سال یا چیز زیادتر ما در یوتیوب فعالیت داریم. گرچه در هند ما تقریبا 5 سال ماندیم. 5 سال ما ثبت یونیسیال بودیم. خب اون زمان دیگه شما فکر کنین که کارهای ما در جریان بود. ما منتظر بودیم 5 سال پیش که بخیر ما یک جایی بریم. باز دمی آخر ما یک درخواست ویزا داده بودیم، ویزای کاری برای کانادا. باز کارهای زیاد پیش رفته بود، تقریبا در مرحله ویزا رسیده بود. باز خوشبختانه دیگه از اینجا باز برای ما یک ایمیل آمد دیگه، برای ما را چی شدیم دیگه، برای ویزای بشردوستانه معرفی شدیم. باز تصمیم گرفتیم که کانادا نریم، این طرف باید، چون بعضی دوستایی که ما قدش در ارتباط بودم صحبت میکردم اینجا نسبت به کانادا فکر کنم شرایط کاری، شرایط حتی می آب و هوایشی نسبتا خوبتره نسبت به کانادا. به اون خاطر ما تصمیم گرفتیم که اینجا باید بخیر. دیگه حدوداً بعد از اینترویو که ما اینترویو دادیم تقریبا یکان 3 ماه کلی کارهای طول کشیده. خوبه بسیار. چه حس داشتم که تو دیدیم که ایمیل ها ویزا آماده جیخ کردین نگدید؟ والا خب یک آدمی منتظر، یک آدمی که انتظار داشته باشد. طبعا یک چیزی که ما وقتی که ایمیل آمد حیران مانده بودیم میری چی رقم واز کنم. امی چی میانه یک سابجکت دیویلیشن اول چی میانه از ما اولین درخواست کرده بود پلیس کلیرنس خواسته بود. مهمه. باز خانم که پلیس کلیرنس از ما درخواست کرده. باز من گفتم نه مغلطی خانم. دو دونه ایمیل داشتیم. یک ایمیل خودم معمولا در جایی که رسمی بود دو استفاده می‌کردم. یکی دیگهش مثلا جایی که غیر رسمی طرف مثلا یکان شفاخانه ما یک چیزی با زور او ایمیل خو میدادم.
چک منم که باش دیگه کدام ایمیل ما باز مطمئن شدم که دمو ایمیل رسمی ما باز ایمیل خواندم خیلی خوشحال شدم وقتش ما ایمیل فکر کنم که ساعتی 2 بجه شب یک جای ما مهمان بودم از مهمانی آمدم دیگه ایمیل خواندم متوجه شدم خیلی خوشحال شدم خیلی حس خوبی دقیقاً همین چیز دقیقاً بلده از من اتفاق افتاده از ما که ویزی میمود ما یک جای میمون بودم اتفاقاً همین شب دیگه ساعت 11 بجه بود که یک ایمیل همون خب ایره امو سرسرکی خواندم باز اینشتم گفتم شاید اگر ایمیلی چی باشه ناق باشه باز خواهو نرفتم گفتم خواهو نرفتم باز یک ساعت 2 ساعت تیر شد که دوباره سایل کردم میره دوباره سایل خوب دقیق خواندم که نوشته یا ویزا و مثلا البته قسمت درباره ویزا و اینا خیلی کمک برای دلم خوش شد خب همون شب تا صبح خواهو نرفتم صبح دیگه در وقت چای صبح دیگه باز کم چای صبح مخوریم دیگه خورده را یه ما در چور در فکر که تو باش که چی رقم مسته نیه وقت داره نداره خب خلاصه در اونجا دقیق مطمئن نشدم هر جزوتر همزونی گفتم برم طرف اتاق در اتاق که بیرسیم میره باید تمام جزئیات بخونم من در اتاق که رفتیم باز با تمام جزئیات که مطالعه کردم دیدم که حالا ویزای بازم اونجا دیگه یک میخوره بده دیدم تسلا پیدا کرد که ویزای نگاره دقیقا فکر کنم این قانونه که آدم که در مهمانی باشه ویزا می چون که بلده از نفهمید دوستایی که منتظر نتوان بریم جای مهمان ما در خانه کاکای خود در قوم مهمان بودم یک دفعه اتفاقا از خواب بیدار شدم که چیز ایمیلم در بلده چک منم میخوانم باورم نمیشه نه بابا الکیه بعد او سعی منم امو دوستم که کارم انداخته بود او مسیج کردم میگه که ایمیل خود چک کردی ویزیت هم دارم ما میگم نه تو مرا گپ میدی از بس که او وقتی باورم شد از بس بلند سر صدا کردم کلی خانگی های کاکای من دارم میگه خیرت کشته از بس حسی خوب بود امیان میگم کاش که پس زمان برگرده دوباره هم حس تجربه کنم خیلی خوبه خب دوامونیم همزینجی بلده کسایی که انتظار میکشه ویزاهایشی مثلا گیره یا هر حاجت دیگه داره هر چیز زودتر خداوند حاجتشان برآورده کنه از انتظاری بکشه آمین دیگه اینمی اتفاقی که بلده مو جمع افتاده بلده همونا هم بفته از ای دل تشکر تا این لحظه خنجر از ما بودین دیگه سوالایی که پیشتر یک مورد کیسای آقای عیسی هزاره میخواین بشنوین در چنل یوتیوب آسیا ببینین و دیگه پیشتر سوالا اگر داشتین میتونین از کامنت سوال کنین در چنل ماشی چنل آسیا باز از یک ما هستیم ان شاء الله خندقی همدیگه خو و برنامه‌های پیشتر خواهد داشتیم و تشکر تا این لحظه خنجر از ما بودین دیگه تا برنامه بعدی خداحافظ خداحافظ